هممون شنیدیم که تو 13 سال نخست وزیری هویدا قیمت‌ها ثابت بوده و مردم وضع اقتصادی خوبی داشتن. اما واقعاً چقدر این حرفا درسته؟ راستی آزمایی این ادعا بدون آمار و اسناد کار ساده‌ای نیست. به نظرم تنها کسی که میتونه با عدد و رقم در این مورد حرف بزنه کسیه که بعد از هویدا اومده. جمشید آموزگار نخست وزیری بعد از هویدا بود. پس بریم ببینیم آموزگار درباره سال آخر نخست وزیری هویدا چی میگه. عمر دولت شما گذشت و کابینه شما وارد دومین سال فعالیت خودش شد. برنامه‌های آینده دولت خودتون رو چگونه می‌بینید؟ اولا مطلبی که باید به آگاهی همه برسونم اینه که طبق گزارشی که بانک مرکزی به دولت داد، نرخ تورم در تیر ماه باز هم کاهش پیدا کرده و نسبت به تیر ماه سال گذشته فقط 7.9% افزایش داره، در حالی که دو تا ماه مشابه سال 2536 نسبت به سال 2535 35% بوده. یعنی افزایش قیمت ها در تیر ماه سال گذشته نسبت به تیر ماه سال قبلش 35% بوده.